ضمن نشست قید نمودند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 فوریه سال 2024 تحت رقم 58 در نزد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز ملی ترجمه تأسیس داده شده است. مقصد مرکز مذکور به طور متمرکز تأمین نمودن ترجمه آثار ارزشمند بدیعی، فرهنگی، تاریخی، علمی عمومی، اینچنین سندهای معیاری حقوقی از جمله سندهای رسمی کارگزاری و متن‌های گوناگون، معلومات گوناگون جنبه عاید به مال و محصولات از زبان دولتی به زبان‌های خارجی و برعکس می‌باشد. کمیته در دوره حساباتی در همکاری با مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه 246 مواد تشکیلات و مؤسسه‌های رکلام استحصال کننده و صاحبکاران انفرادی را جهت مطابقت نمودن با طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، زبان متنی انگاره‌ها و نوشتجات و آویزه‌های رکلاموی مورد بررسی قرار داده آن را موافقه نموده است. ذکر کردند که در 6 ماه اول سال 2024 از جانب کارشناسان کمیته 4 فرهنگنامه تخصصی، 1 عدد فهرست نام ابزار نظامی، سلاح‌های سرد و متن 5 عدد فیلمنامه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم مورد بررسی و موافقه قرار گرفته است که در عموم 69690 اصطلاح را در بر میگیرند که این نشان داد بابت کارکرد و بررسی اصطلاحات نسبت به همین دوره سال گذشته 15 مراتب یا 98 از 3% زیادتر است. اینچنین قید کردند که در نیم ساله یکم سال 2024 از جانب کمیته کتاب درست بنویسیم نشر کرده شد. باعث تذکر است که در دوره حساباتی مجموعه مقاله‌های کنفرانس علمی عملی جمهوریوی بخشیده به روز وحدت ملی تحت عنوان زبان ملی و وحدت ملی در حجم 384 صفحه از نشر برآمد.